مایوس. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. با دلی تنگ و سینه بیتاب، السلام علیک ایها الارباب. خیلی خوش آمدید به یاد خدا. یاد خدا رو با نام خدا آغاز میکنیم و با عشق به قرآن سربریده کربلا حسین صار الله و سلام به این ارباب بی‌نظیر آغاز کردیم. سفره معرفتی یاد خدا هر روز به حمدالله تعالی کنار سفره و زیارت وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پهن است. به قوم مشرفید، الحمدلله زائر هستید. خدا انشالله این زیارت قبول کنه و خوش به حال اونایی که چشمشون به این گنبد و بارگاه این مسجد شریف میفته، این مروارید اشک چشاشون میغلطه و میلرزه و انشالله زیارت قبول بشه. اما دانای راز این بزم معرفتی ما استاد عزیزم دکتر حاج ابوالقاسم هستن که شنبه ها خدمتشون هستیم. پیش روی شما بهشون عرض سلام، تسلیت و خوش آمد دارم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه صفر. بله. که ماه تازه شدن احزان و غم و اندوه اهل بیت علیهم السلام است. خیلی خیلی متشکرم. محضر استاد حاج ابوالقاسم که بودیم در هفته‌های گذشته، یاد خدا رو گره زدیم به نصرت خدا، یاری خدا و چه جلوه های زیبایی از نصرت خدا رو با هم مرور کردیم و گفتیم آقا شرطش اینه که ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. بله، اگه میخوایم نصرت خدا، فتح و پیروزی همیشه با ما همراه باشه، اونم از جنس یاری خدا، باید خودمون اهل یاری خدا باشه. جلوه های بسیار خوبی رو در تاریخ اسلام مرور کردن، در جنگ احد، در جنگ عرض بکنم خدمت شما خیبر، جنگ احزاب. باز هم می‌خوایم در خصوص این نصرت ویژه و بی‌نظیر خدا صحبت بکنیم. چی کار کنیم که این فتح و پیروزی با ما قرین و همراه باشه؟ بله، موضوع نصرت و یاری خدا موضوع مهمی است که در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 7 خدا فرموده است یا ایها الذین آمنو ان تنصروا الله ینصرکم. اگر به یاری خدا بیاید، خدا شما رو یاری میکنه. جلوه هایی از نصرت خدا رو در 2 هفته گذشته که خدمت جناب عالی و بینندگان بودیم عرض کردیم، یعنی هفته قبل و هفته قبلش. یکی از جلوه های نصرت الهی دستگیری است که خدای متعال از شهدا میکند. اگر بخوایم نصرت الهی رو درک کنیم و بفهمیم، به نظر من یکی از بهترین و زیباترین جلوه هاش اون کاری است که خدا با شهید میکنه. بله. حالا من این توضیح میدم، خواهش میکنم بینندگان با دقت بیشتر به این مسئله عنایت کنن. در این سوره نورانی، سوره محمد، دقیقاً قبل از آیه 7 آیه 5 و 6 خدای متعال اشاره میکنه به رفتاری که با شهدا خدای متعال انجام میدهد. میگه والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. بله. اونایی که در راه خدا کشته میشند، یعنی شهید میشند، خدا هرگز اعمال اونها رو در نظام عالم محو و نیست و نابود نمیکنه. خدا اعمال اونها رو حفظ میکنه، نگه میداره. کارهاشون رو، کارهایی که با زحمت انجام دادن، خدا حفظ میکنه. بعد میگه سیهدیهم، خدا اینها رو به مقصد میرسونه. ببینید راهبری میکنه. باریکالله. هدایت 2 معنا داره. یه معنای هدایت اینه که از گمراهی کسی رو نجات بدن. این معنا اینجا اصلا مطرح نیست، چون فرض اینه که در راه خدا شهید شدن، اینا هدایت یافتن. معنای دیگر اینه که خدا اینا رو راهبری میکنه. اونایی که در راه خدا شهید میشن، خدا خودش که انه اونها رو کمک میکنه که به مقصدی که داشتن برسند. بعد میگه و یصلح بالهم، خدای متعال کار اونا رو سامان میده. کارشون رو تو آخرت سامان میده، تو قیامت نه، تو همین دنیا. اینو حالا من توضیح میدم و برای بینندگان ان شاءالله این نکته معرفتی ناب هدیه برنامه امروز ماست. بعدش میگه سیدخلهم الجنه، یعنی قبل از اینکه بهشت برن خدا کارهاشون رو سامان میده. آقا کسی تو این دنیا یه آرمانی دارد، یه هدف مقدسی دارد، برای تحقق این هدف مجبور می شود جان بدهد، به محض اینکه دارد بدهد. حالا بالاتر از همه اینا جان بدهد که اصلی ترین سرمایه است. به محض اینکه جان داد، خدا میاد زیر پر و بال این کارو میگیره.
این کار رو رشد میده، این کار رو بالا میبره، این کار رو عظمت میده، این کار رو بزرگ میکنه. من یکی دو تا مثال بزنم. ما یک عالم جلیل القدری داریم در بین علمای شیعه که معروف است به شهید اول. اسمش بوده شمس الدین محمد ابن جمال الدین مکی عاملی. این عالم جلیل القدر حدوداً 700 سال پیش زندگی میکرد. به جرم شیعه بودن ایشون رو گرفتن انداختن زندان. گفتن تو شیعه ای، اعتقاد داری به ولایت امیرالمؤمنین، برو زندان. ایشون در زندان گفت خدایا من از عمرم نمیدونم چقدر مونده، اما برای حراست از فقه اهل بیت یک کتابی من میخوام بنویسم، خدایا کمکم کن. نیت کرد خالصانه برای اینکه فقه اهل بیت بماند. یک کتابی نوشت در طول 7 روز به نام اللمعة الدمشقیه، یعنی ستاره دمشقی. لمعه معنی درخششه، حالا من ترجمه آزاد میکنم. این عالم جلیل القدر کتابش رو نوشت. بعد ایشون رو به دار زدند، بعد پیکر بیجانش رو سنگسار کردند، بعد جنازش رو سوزاندند. خدا اینجور جاها میاد وسط، میگه اینو سوزوندید، من کتابشو میبرم بالا. خواستید خارش بکنید، کوچیکش بکنید، من کار نیمه تمام او رو به بهترین شکل تمام میکنم و او رو به مقصدی که داشت میرسونم. حضرت آقای جوادی این کتاب الان 700 سال است که به عنوان مهمترین کتاب درسی در حوزه های علمیه شیعی داره تدریس میشه. اگر این عالم جلیل القدر شهید نشده بود، یک کتابی نوشته بود در 7 روز، مثل هزاران کتاب دیگری که فقهای ما نوشتن، لای قفسه‌های کتاب بود، تو کتابخانه ها بود. حالا مراجعه میشد، مطالعه میشد، اما به اندازه که بقیه کتاب ها مراجعه میشه و مطالعه میشه. اما خدا ببینید چجوری این کتاب رو برد بالا، راهبری کرد این شهید رو، نگذاشت کار او در نظام عالم گم بشه. مثل خیلی از کتاب‌ها که گم شد تو کتابخونه ها، نذاشت این کتاب گم بشه. یه بار یه آیه رو بخونم، والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. خدا نمیگذاره تلاش‌های اینا تو نظام عالم گم بشه. سیهدیهم، خدا اینا رو به مقصدشون میرسونه. و یصلح بالهم، خدا کار و حال و بار اینا رو به سامان میرسونه. بعدم و یدخلهم الجنة عرفها لهم. این یه نمونه دوم، یک عالم جلیل القدر دیگری که اومد این کتاب رو شرح کرد و الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه نوشت. الروضة البهیه یعنی باغ گرانبها در شرح اون کتاب ستاره دمشقی. این کتاب شرح اون کتاب فقهی است. این عالم جلیل القدر هم شهید شد. جالبه کتاب او هم امروز کتاب درسی شده، 500 سال داره تو حوزه‌های علمیه تدریس میشه. اینه که یکی از جلوه های نصرت الهی اینه، تو اگر خون دادی در واقع شدی ان تنصر الله. اگر خون دادی به بهترین شکل اومدی به کمک خدا. اینجا خدا میاد زیر پروبال تو رو میگیره. ان تنصر الله ینصرکم. امام حسین ما سلام الله علیه خون داد، خدا زیر پروبالش رو گرفت، انقدر بردش بالا که تمام آسمان ها و تمام مخلوقات الهی تحت تأثیر این حرکت امام حسین قرار گرفت. خدا بودی بگیم خدا همه عالم رو زد به نام امام حسین. چرا؟ چون امام حسین به نصرت الهی آمد به بهترین شکل، با همه وجودش، با همه هستی و توانش. خدا هم به نصرت همه هستی و توانش، خدا هم به نصرت او آمد با هر چه که داشت، جلال و جبروتش، بله، با همه فرشتگانش، با همه عرض کنم که امکاناتش. خدا اومد به کمک امام حسین و اون هدف امام حسین رو ببینید. امام حسین هدفش چی بود؟ بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. میخواست جهالت رو از بین ببره. خدا اونچنان زیر پر و بال امام حسین رو گرفت، به این خون اونچنان برکت داد که امام حسین هیچ وقت شاید فکر نمی‌کرد که این اندازه تو عالم بزرگ بشه و به یمن وجود مقدس او این غبارهای جهالت از جامعه بشری زدوده شود و میلیاردها انسان تحت تأثیر شهادت این مرد بزرگ هدایت بشه. بشه مصباح الهدى و سفینه.
من یه سوال خیلی مهم دارم از شما. عوضت بخش بعد ببینیم سوال از شما. خیلی ممنونم که با همراه هستید. اونایی که دوستان در موکب از فاطمه معصومه همه جانمون سلام الله علیها خدمت بکنن، تو ایام 40 عمود 1080 هست. عدد 22 رو به 301122 بفرستن. دوستان خوبم خادمای درجه‌ای که آستان مقدس فاطمه معصومه براتون پیامک میکنن که چطوری میتونید توی موکب شما هم مشارکت بکنید. سر سفره آقا جانمون هستیم حضرت سید الشهدا با گل یاد خدا. خانه ویران شده را زیارتتون قبول باشه. چه صحنه های زیبایی است. عرض ارادت و محبت به این بانوی با کرامت. اهالی قم میگن که حضرت معصومه خیلی زود به قول معروف رتق و فتق میکنه امور زائران و خیلی مادرانه نگاه میکنه. انشالله که شما هم متوسل بشید به این بانوی با کرامت و زود نتیجه بگیرید. داریم در خصوص نصرت الهی صحبت میکنیم. بخش قبلی گفتم یه سوالی تو ذهنم از استاد بپرسم. استاد حاج ابوالقاسم، چی میشه که برخی کارها، برخی اعمالها، برخی کتابها، برخی حضورها انقدر پربرکت میشه، انقدر اثرگذار میشه، شایستگی اینو پیدا میکنه که خدا راهبریش کنه، خدا ببره جلو، خدا بزرگش کنه؟ چه اتفاقی میفته؟ بله، ببینید یک حکایتی هست معروف از سید بحرالعلوم رحمت الله علیه. میگن ایشون تو مسیر ظاهرا مسجد سهله با خودش فکر کرد این روایاتی که در باب عنایت خدا به کسانی که بر امام حسین گریه میکنند راست نیست. سوالش هم این بود که آخه مگر یه گریه بر امام حسین چقدر کار مهمیه که انقدر خدا به واسطه این عمل پاداش میده. بله. بعد میگه که در راه که میرفتم یک شخص عرب زبانی همراه من شد و به من گفتش که سید یه قصه ای هست، این قصه رو شنیدی یا نه؟ یه پادشاهی در هنگام شکار تو بیابان گم شد و گم کرد نیروها و اطرافیان خودشو. بعد خیلی گرسنه و تشنه و خسته رسید به یک خیمه وسط خیابون مال یک پیرمرد یا پیرزن چوپانی بود که حالا مقداری گوسفند در اون بیابان گوسفندداری می‌کرد. آره گوسفندداری می‌کرد. این پادشاه مهمان اون شخص شد و اون شخص بهترین گوسفندی که داشت برای این پادشاه سر برید، براش کبابی درست کرد، رسیدگی بهش کرد، او از گرسنگی و از تشنگی نجات داد و از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. فردا بالاخره خدم و حشم آمدند و پادشاه رو پیدا کردند و پادشاه برگشت به کاخ خودش و قصر خودش، گفت این شخص رو بیارید، پیرمرد یا پیرزن رو بیارید. بعد به اطرافیانش گفت به نظر شما من چطور باید از او قدردانی کنم؟ یه نفر گفت آقا ایشون یه گوسفند برای شما کشته، شما یه گوسفند خوب مثلا بهش بدید. دیگری گفت نه اون یه گوسفند کشته، شما پادشاهی، شما 10 تا گوسفند بهش بدید. وزیر گفت جناب پادشاه این شخص هرچه داشت برای شما بذل و بخشش کرد و واقعا از صمیم دل همه دارایی خودش رو نثار شما کرد و شما رو از مرگ حتمی نجات داد. شما باید هرچه داری به او بدی تا مقابله به مثل شده باشه و پاداش او رو داده باشه. سید بحرالعلوم گفت بله درسته، حرف منطقی است. بعد اون شخص به سید گفتش که سید ببین امام حسین هرچه داشت به خدا داد، هرچه داشت در طبق اخلاص نهاد تقدیم خدای متعال. بله. خدای متعال هم با همه در واقع اونچه که می شود به امام حسین و ارادتمندان او لطف می کند و لذا اگر می شنوید می بینید که گریه بر امام حسین این اندازه اجر داره، برای خاطر که امام حسین با همه وجود آمد. خدا هم بالاخره اونچه که می شود در خدمت به زائرین امام حسین لطف کرده و عنایت کرده. میخوام عرض بکنم شهید با همه سرمایش میاد، هرچی داره میاره. لذا خدای متعال هم این خلوص رو پاسخ میده و به وزان آیه ان تنصر الله ینصرکم، خدا به یاری شهید میاد. این پاسخ سوال حضرت علی. خیلی خیلی متشکرم. یعنی اگه ما برای خدا سنگ تموم بذاریم خدا برای ما سنگ تموم میذاره. اگر برای خدا سنگ تموم بذاریم خدا برای ما سنگ تموم میذاره. خیلی خوب. باز بریم جلوه‌های نصرت الهی. حالا من همینو ادامه بدم. ببینید در باره خون امام حسین ما در یکی از زیارت‌ها داریم اشهد ان دمک سکن فی الخلد. حسین جان خون تو جاودانه شد. کی این کارو کرد؟ خدا.
وقشعرت له اذلة العرش، پایه های عرش به خاطر خون تو به لرزه در آمد. بکا له جمیع الخلائق و بکت له السماوات السبع و الارضون السبع، آسمان ها و زمین های هفتگانه و ما فیهن و ما بینهن، همه و همه و همه تحت تأثیر گریه خون تو قرار گرفتن. چی شد انقدر خون امام حسین اثرگذار شد؟ خدا اومد زیر پر و بال امام حسین رو گرفت. این مصداق، این در واقع تجلی ان تنصر الله ینصرکم، خدا اینطوری یاری میکنه. امام از کنم که زینب کبرا سلام الله علیها، این یار با وفای سید الشهدا علیه السلام، این روزها ببینید چجوری از خون امام حسین دفاع میکنه. در کاخ یزید فرمود کد کیدک وسع سعیک و ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت امدنا ولا تدرک امدنا ولا تمیت وحینا. نمیتونی نام ما رو به فراموشی بسپاری، پایان ما رو نخواهی دید. چرا یزید پایان اهل بیت را نمیبیند؟ چون خدا آمده پای کار امام حسین. چرا خدا آمده پای کار امام حسین؟ چون ان تنصر الله ینصرکم. حالا این تجلی تام نصرت الهی است. یه خورده پایینتر که بیام، انقلاب اسلامی ما. ببینید حضرت آقای جوادی، بینندگان عزیز، 47 ساله تمام مستکبران عالم بسیج شدن که این نظام رو بزنن زمین، نتونستن. چرا نتونستن؟ ما خیلی مثلا آدمای ویژه‌ای هستیم. من البته حالا جسارت به مردم عزیزمون نمی کنم، خودمو میگم. حالا ما مثلا مگه چه هنری به خرج دادیم که خدا اینجوری این نظام ما رو حفظ کنه؟ من معتقدم خدا اومده پای کار 230,000 شهید. ببینید این 230,000 شهید یه آرمانی داشتن دیگه. بله. آرمانشون چی بود؟ حراست از انقلاب، حراست از نظام، حراست از دین خدا، زمینه سازی برای ظهور. خدا اومده پای کار اینا. فلن یضل اعم، خدا نمیذاره اینا فراموش بشن. سیهدیم، خدا خودش اینا رو میرسونه به قله. من یقین دارم نظام ما به حکومت جهانی امام زمان متصل میشود. دلیل من همین آیه است. خدا نمیگذارد شهدا کارشون ناتمام. اینا با نیت زمین سازی برای ظهور خونشون رو دادن. لذا خدای متعال حامی این کشوره، خدای متعال حامی این نظامه. به خاطر این همه شهیدی که ما دادیم در حوادث اخیر، در دفاع مقدس 12 روزه، شهدای عزیزی از دست دادیم. بله حقیقتا. ببین شهید حاجی زاده چقدر در پیشرفت موشکی ما مؤثر بود. اقتدار ما صافه. اقتدار موشکی ما. بر اساس این آیه من میخوام یه پیش بینی بکنم. قدرت موشکی ما بعد از این 10 برابر خواهد شد. لا یامن ان شاء الله. کی گفته اینو؟ خدا گفته. میگه من نمیذارم تلاش های شهید حاجی زاده، شهید سلامی و دیگران، اینا یه آرمانی داشتن، پای این آرمان خون دادن. تا خون دادن خدا میاد زیر پر و بالو میگیره. از اینجا بعد با من صنعت موشکی ما رشد فزاینده‌ای خواهد کرد. ان شاء الله. جریان هسته‌ای ما، ببینید دانشمندان عزیز هسته‌ای ما، این شهید تهرانچی، این شهید عباسی و سایر شهدایی که این ایام شهید شدن، اینا دنبال چی بودن؟ دنبال اقتدار این کشور بودن. اینا شهید شدن. خدا میگه من خودم کار رو دنبال میکنم، شما راحت بخوابید. من خودم کار اقتدار هسته این کشور رو دنبال میکنم. کاری که بندگان خدا به خاطر اون کار شهید شدند، بر اساس آیه 5 و 6 سوره مبارکه محمد ضریب 10 و 100 برابر پیدا میکنه. ضریب خدایی میگیره. ضریب خدایی میگیره. این یکی از جلوه های نصرت خدای متعاله. حالا دشمن ما اینو نمیدونه، هم میاد از ما شهید میگیره، خیال میکنه با شهید گرفتن مثلا کار ما تعطیل میشه. کار ما پیشرفت بیشتری پیدا میکنه. مگر توانست غزه رو تصرف بکنه؟ امروز تصرف غزه از 3 سال پیش برای رژیم صهیونیستی به مراتب سخت تره، چون 50,000 شهید دادن مردم غزه. این 50,000 شهید اونجا ایستادن نگهبان اون سرزمینن. دیگه رژیم صهیونیستی نمیتونه غزه رو تصرف کنه. 1 دقیقه فرصت. 1 دقیقه داریم. من یه روایت جالبی هم عرض بکنم. یک کسی سوال کرد، گفت به امام صادق علیه السلام، گفت من بعضی از مساجد که حالا مال مذاهب دیگه هست دوست ندارم نماز بخونم نخونم. حضرت فرمود بخون. فرمود بدان که هر مسجدی در محل اون مسجد خون شهیدی ریخته است که اون زمین
لیاقت پیدا کرده است که مسجد بشود. میخوام بگم ببینید، حالا شاید نه به این معنا که دقیقاً در اون نقطه، به این معنا که شهدای زیادی در راه خدا جان دادن تا این قطعه های زمین برای بندگی خدا بماند و باقی باشد. لذا خون شهدا در نگاه خدا برکت پیدا میکنه و خدا زیر پر و بال اونها رو میگیره. خیلی متشکرم استاد حاج ابوالقاسم عزیز و نازنین، استفاده کردیم در خصوص نصرت الهی، چیزای خوبی یاد گرفتیم الحمدلله. ان شاءالله که خدا هر روز بر بصیرت و معرفت ما بیافزاید، خودمون رو آماده بکنیم برای سربازی امام سر و العلن حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه که نسیم خوش آمدنش دل و جان همه رو داره مینوازه و گل یاد خدا رو امروز هم در دل و جانمون کاشتیم، ان شاءالله رشد بکنه و عطر خوشش مسیر زندگی ما رو روشن کنه. آقا باز هم متشکرم از شما. موکب حضرت فاطمه معصومه فراموش نفرمایید عمود 1080 تو مسیر نجف به کربلا عدد 22 رو بفرستید به 301122 اگر میخواید مشارکت بکنید، اگر میخواید قدمی بردارید در خدمت رسانی در این موکب نورانی و آسمانی. گل یاد شما رو در کنار ذریح نورانی حضرت فاطمه معصومه میکاریم. اونایی که دوست دارن زیارت بکنن برای بچه خوب پخش هم آماده هستن که باز هم تصاویر زیبای ذریح رو برای شما نشون بدن. بریم زیارت و تا فردا با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.